تا حالا فکر کردید که بد اخلاق ترین بازیگرای ترکیا هستن و چه اخلاقای بدی دارن؟ کدومشون عصبیه، کدوم بی‌وفاست و کدومشون بی‌معرفته؟ میدونم برای شما هم مثل من جالب و جذابه، پس دوستاتونم خبر کنید تا با هم این ویدیوی باحال رو ببینیم. کانال یوتیوبی لنز با بهترین ویدیوهای ترکی منتظر شماست. عضویت یادتون نره. شماره 1. جان یامان. جان یامان به دمت اوزدمیر مهربون هم رحم نکرد. بیشتر طرفدارای جان به خاطر بازیش روی سریال پرنده سرخیز یا عطر عشق عاشقش شدن و یکی از دلایل اصلیش بازی خوب دمت اوزدمیر بود. میونه اونا انقدر خوب بود که برای همه واضح شده بود که با هم رابطه دارن. اما جان احتراما رو کنار گذاشت و خیلی راحت گفت من انقدر در تعریف از دمت زیاده روی کردم که فکر کرده عاشقشم و عاشق من شده. اون اصلا شبیه دختر رویاهای من نیست. دمت از این قضیه خیلی دل شکسته شد که گفت بعضی از آدما اصرار دارن واقعیت رو انکار کنن. گاهی اونا انقدر مغرورن که آدم فکر میکنه از یه بیماری روانی مزمن رنج میبرن. اما شاهکارای جان ادامه داره. باورتون میشه جان یامان اونقدر عصبی باشه که به سمت همکارش لیوان شیشه‌ای پرتاب کنه؟ باید بگم بله این اتفاق افتاد و جان در جریان فیلمبرداری فیلم کدوممون دوست نداشتیم بعد از یه جر و بحث طولانی با سلن سویدر یه لیوان به سمت اون پرتاب کرد و کارش به دادگاه کشیده شد. سر همین قضیه سلن به خاطر ترس از جان دیگه سر صحنه نرفت و جون خودش رو برداشت و در رفت. البته این پایان ماجرا نیست. جان هر روز یه جنجال تازه به پا میکنه و به یه آدم جدید گیر میده. بعد از حرفای جنجالیش در مورد کیوانش تاتریتو حالا نوبت به چاقاتای اولسوی رسیده و دوباره با حرفای توهین آمیزش همه رو شوکه کرده. حتی اون وقت مردم ترکیه به خاطر زلزله ازمیر غمگین و دل‌آزرده بودن بی توجه به درد هموطناش توی جشن هالووین شرکت کرد. اوه داشت یادم میرفت. جان گفته که خودم میدونم همه دخترها عاشقم هستن اما این دست من نیست و نمیتونم کاریش کنم. دخترها راست میگه؟ جان اصلا تحمل گرسنگی و گرما رو نداره. خب دیگه فکر میکنم به اندازه کافی با اخلاق جان آشنا شدیم. بریم سراغ بازیگر بعدی. شماره 2. هازال کایا. هازال همیشه با همه مشکل داره. از نظر اون همه مقصرن مگه اینکه خلافش ثابت شه. هازال اعتقاد داره هیچ چیز زندگیش به هیچ کسی ربط نداره و یکی از عادتهای بد هازال جر و بحث سر دستمزده. اون همیشه با تهیه کنندگان سر دستمزد جنجال به پا میکنه چون معتقده به خاطر اینکه یه زنه دستمزدش از حقش خیلی کمتره. بوراک دنیز یکی دیگه از کساییه که از ترکشای هازال در امان نمونده و تو پشت صحنه فیلم حکایت ما با هم مشاجره سختی میکنن و میونشون شکراب میشه که البته همه هازالو مقصر میدونن چون اون با همه مشکل داره. حتی نسرین جوادزاده هم مجبور شد ادامه سریال رو به خاطر این همه دعوا تو پشت صحنه ترک کنه. از نظر هازال تنها کسی که مشکل نداره همسرشه. شماره 3. فهریه افجن. دعوای خواهر شوهر و مادر شوهر یه اپیدمی جهانیه و مخصوص یه جای خاص نیست فقط. فهریه همیشه با خواهر و مادر بوراک دعوا داره. فهریه مدت زیادی با بورچین خواهر بوراک مشکل داشت. هر بار هم که دعوا میکنه اونا رو آنفالو میکنه. اون حتی تصمیم گرفت کاران پسرش رو هم نشون عمش نده. البته فهریه حسود هم هست. اون با نسلیان آتاگول که قبلا پارتنر بوراک بوده خیلی حسادت میکنه و همیشه دوست داره نشون بده از اون برتره. فهریه حتی لباس عروس، مدل موها و مدل تاج عروسیش رو از روی نسلیان کپی کرده بود. با این کار میخواست چی رو نشون بده؟ شماره 4. نسلیان آتاگول. نسلیان مغرور و به گفته اطرافیانش بی‌وفاست. اون
اونقدر بی‌وفا که بعد از معروف شدنش پدرش رو رها کرد و پدرش روی تنهایی مرد. اون بعد از مشهور شدن دوستای قدیمیش رو رها کرد. نسلیان خودش اعتراف کرده که خیلی لجباز و گدنده است و به خاطر همین لجبازیش خیلی چیزا رو از دست داده. نسلیان یه دعوای جانانه با بوراک اوزچیویت هم داشت. کادیر عاشق پیشه هم برای دفاع از نسلیان یه دعوای جانانه تر کرد و خلاصه رابطه این بازیگرا حسابی شکراب شد. شماره 5. الچین سانگو. الچین مو قرمز که به خاطر رنگ موهاش معروف شده اصلاً آدم اجتماعی نیست و همیشه از جاهای شلوغ و صحبت کردن با غریبه ها به شدت فراریه. این بازیگر یه خصلت بد داره و اونم اینه که بعد از اینکه از خواب بیدار میشه خیلی بدعنقه. این بدعنقی به قدریه که نباید اون موقع دور و برش باشی وگرنه پاچتو میگیره. به اطرافیانش هم توصیه کرده اصلاً اون موقع‌ها دور و برش نپلکن وگرنه عواقبش پای خودشونه. کسی نمیدونه دلیل این همه بدعنقی الچین توی صبح‌ها چیه. شماره 6. سرنا ساریکایا. این مدل بازیگر زیبا وقتی پای بچه‌ها وسط بیاد به یه آدم بی‌اعصاب تبدیل میشه و به گفته خودش میونش با بچه‌ها اصلاً خوب نیست و اعصاب سر و کله زدن با بچه‌ها رو نداره تا جایی که اگه یه روز بخواد ازدواج کنه حاضر نیست بچه دار بشه. سرنا هیچ وقت نتونسته رابطه پایداری داشته باشه. حتی عاشق پر و پا قرصش کرم بورسین رو هم به راحتی از دست داد. سرنا خیلی پرتوقعه و کمی هم خود بزرگ بینه. به خاطر همینم نمیتونه با آدما کنار بیاد. شماره 7. بورجو بیریجیک. با اینکه بورجو آدم شوخ طبعیه اما باورتون میشه اونطور که خودش میگه اگه کسی تو زندگیش بخواد دخالت کنه اون روی خودش رو نشون میده و به شدت عصبانی میشه و سری پنجه‌هاشو بیرون میاره و به یه دیوونه که تمام عیار تبدیل میشه و توی چشم هم زدن طرفو میشوره و میذاره کنار. بورجو دیر عصبانی میشه اما بعد عصبانی میشه و این براش همیشه مشکل درست کرده. شماره 8. بوراک اوزچیویت. بوراک در کنار این همه وجنات و کمالات یه اخلاق بد داشته. قبلا به شدت منفی باف بوده و به قول معروف از کاه کوه می ساخته. جوری که برای همه اتفاقات دنبال مقصر بوده و دیگران رو همیشه مقصر می دونسته. بوراک از هر حرفی برداشت بد می کرده. البته به گفته خودش حالا این خصلتش بهتر شده. اما بوراک خودشیفته هم هست. اما خدایی نه به اندازه جانیامان. شماره 9. تولگاهان سایشمان. تولگاهان معتقده که تا قبل از آشنایی با آلمدا آوازی یه آدم خیلی عصبانی و بی‌صبر و حوصله بوده که زود از کوره در میرفته ولی همسرش اون رو تونسته تغییر بده. اون بدون توجه به عواقب کاراش خیلی زود عصبانی میشه. شماره 10. طلعت بولود. به نظرتون هوسبازی طلعت بولود باعث شده نقش آقا حالیت هوسباز رو اینقدر خوب بازی کنه یا غرق شدنش تو اون نقش این خصلت رو تبدیل به اخلاقش کرده؟ اول دستیار لباسش روی سریال سیب ممنوع ازش شکایت کرد و اونو به دادگاه کشوند. بعدش یه بازیگر دیگه ادعا کرده که 19 سال پیش بهش بی‌حرمتی شده. البته این شکایت‌ها به خاطر نبود مدارک کافی به جایی نرسید و فقط باعث شد تو مصاحبه‌ها با حرفاشون کلی از خجالت هم در بیان. البته بازیگرای سریال سیب ممنوع هم مثل ادا ایجه، شوالسام، اونورتونا، سفدا ارگینجی از دستیار لباسشون حمایت کردن و با طلعت بولود خیلی سخت برخورد میکنن. به قول معروف تا نباشد چیزکی. شماره 11. ارکان پتکایا. ارکان مشروب زیاد مصرف میکنه و همه رو کلافه کرده. همیشه بوی بد میده. ارکان به حد زیادی لاابالی و خوشگذرونه. اون سر یه سریال با نورگل یشیلچای به مشکل خورد.
نورگل به اون اتهام آزار داد و کارشون به دادگاه کشیده شد. البته بازیگرای دیگه هم خیلی مایل نیستن با ارکان بازی کنن. شماره 12 دنیس چامر. این بازیگر به اتهام توهین به یه بانوی محجبه وارد دادگاه شد. دنیس که قبلا هم سابقه تمسخر زنان محجبه رو داشته، این بار شکار شد و یه شکایتنامه از دادگاه استانبول دریافت کرد. اون به بانوی محجبه‌ای که توی کافه بود گفته بود که با این شکل و شمایل و لباسای مسخره بهتره بری به ایران یا عربستان، اینجا جای تو نیست. این در حالیه که 70% زنان ترکیه محجبه هستن. رفتار کدوم بازیگر براتون عجیب تر بود؟ دوست دارین از زندگی کدوم بازیگر بیشتر بدونین؟ اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما تو کانال ما عضو بشین و با لایک این ویدیو به ما انرژی بدین.